اینجا کجا هست؟ خیلی قشنگه. باترسی. جان نه من نترسیم، از ارتفاع بترسیم. باترسی. چی باترسی؟ که من اینجا کجا هست؟ آقا اسم اینجا باترسیه. یعنی چی؟ آرش بالا آرش. باترسی؟ یعنی چی؟ به چه اسمی هست؟ چی اینجا باترسی؟ چیزی اسم بشنه باترسی؟ عجیبه نه اینو. اینجا باترسی هست ولی شما نترسید. این ماکت به این زیبایی رو که دارید میبینید ماکت باترسی پاور استیشن هست، نیروگاه تولید برق منطقه باترسی مال لندن که بعد از 50 سال کار سال 1983 کلا بسته شد، جمعش کردن و از حالا اون موقع از زغال سنگ و کربن و اینجور چیزا بالاخره برای تولید برق استفاده میکردن. یه سری تجهیزات قدیمیش هم الان اینجا مونده. اگر نگاه کنید این ساختمون یه لحظه این حالا اینم تصویرم بگیری، این نماد چون به شدت زیبا بود و دیدنی بود، اون وزیر نمیدونم چی اون موقع تصمیم گرفت دستور داد که آقا این ساختمونه این نمای کلیش و این معماریش رو حفظ کنید و حالا چند سال بعدش کم کم تصمیم گرفتن که اینو تبدیلش کنن به یک پاساژ. آره به چند طبقه گذاشتن برای پاساژ و البته کلی معمار رو نمیدونم چیز اینا اومدن طرح‌های مختلفی دادن و در نهایت این طرح رو قبولش کردن. گفتن که موضوع اصلیشون هم این بود که ما میخوایم اون معماری اصلی رو حفظ کنیم. طرح خیلی جذابی اومده بود، اون عکساش هم حالا هست، ویدیوهاش هم هست، طرح خیلی جذابی بود ولی گفتم ما میخوایم اون معماری اصلیه رو حفظش کنیم و در نهایت الان به یک مرکز خرید بسیار جذاب با کلی برندهای معتبر به هر حال تبدیل شده. بالا مثل این میرن اصلا به قسمت اداریش، جایی که ماها دسترسی نداره و اون نما و اون بافت قدیمی رو قشنگ حفظش کرد. دیگه کامل نیومدن صاف و صوفش کنن، خواستن کسایی که میان بالاخره اون حال و هوا رو هم تجربه کنن. اول بذار اینجا ببینید این کنترل روم بی هست که تبدیل به کافه شده. و اون سقف رو نگاه کنید، زنجیرها و اینا هنوز برقراره. میتونه اون از این جرثقیل سقفیه بار رو میتونه تحمل کنه و استفاده کنن از این جرثقیل دیگه. من میشه گفت هرچی فروشگاه معتبر و هر برند معتبری که میشناسید توی این باترسی استیشن، پاور استیشن میتونید پیدا کنید.
اینجا که میبینید این اسکله زغال سنگ است، جایی که ساعتی 240 تن زغال سنگ وارد این بندر، حالا این اسکله در واقع میشد و به وسیله 2 تا جرثقیل اینا رو میذاشتن روی نقاله ها و مستقیما وارد این پاور استیشن میشد برای تولید برق.